دوستان عزیز، ما آمدیم به خبرگیری عمر جان. مرحمت دختر استن نشان جان. خب دوستان عزیز، ما آمدیم به خبرگیری عمر جان و حالتش که چگونه. دوستان که حالتش خیلی وضعی است. در قریه بابا امروز خونه شده است و به خبرگیریش آمدیم. خواستیم همه شما از احوالش خبردار باشه. عمر جان خیلی خوبی سازی. اگه جدا کدسته کاملا خطی میشه. نه طرف به کابزنا काय मजीब बनसा उमर जन काय वारदान था सहारे توج را خوبی دست در نکدسته سوزی خی خواب نداری بچم درد سرد مو نه قبل مزنی خطی مخلصا همه مخلصای تام دایجا قبل نمیزنی مخلصان عزیز حالت عمر جان رو همه شما دیدید و خواستم که بخش مستقیم کنم و همه شما ببینید که حالت او چگونه است از کدام بیماری اذیت میکشه. خوب همه رو میدونید، من همه اون رو در سایت های اجتماعی خودم پرتر پرتفتگی هستم و امروز به خبرگیریش آمدیم و بسیاری از مخلصان خواهش کردن که اپا اگر بلیسا بودن گوین دارن تماشا کنیم بینیم حالچه و خواستم که اما همه حالت به شما پرتر نشان دیم و دکتران وقتی که از اینا آمدن مادر عمر جان میگن که هرچی زودتر رو باید بریم از خارجه و زودتر توبت کرد و باوری دارم که انا همون رقم های تلفن مادر عمر جان رو میدونید، رقم های کارت مادر عمر جان رو میدونید و زنگ بزنید طریق سایت های اجتماعی از احوال عمر جان رو ببینید، خبردار باشه و اگر کمک هم باشه دستی کمک درست کنید تا برای عمر جان کمی هم باشه یا پول دارویی که برای بردنش کمک کرده توانسته باشه. خب مخلصان هستم برای گپ زدن. اگر اگم سوال داشته باشم مرحمت. سلام به همگی. سلام علیکم خدا. خب مخلصان عزیز، من آمدم به نزد عمر جان. اگر سوال ها باشم مرحمت. اگر اگم سوال ها باشم زودترک بینید که مرا میگن که چی زیادتر شدن شما میگن ممکن نیست برایم میگن. خدا شفاش بده. آمین انشاءالله. که عمر جان بس در کرد بس تموم میشه. از یک خاک دیگه موندگی تموم میشه. خوابت نگرفته؟ آمین آمین. درد نکرده است؟ کجا درد کرده خیلی موندشه؟ سلام به همه. سلام. خوب مخلصان، اگر اگم سوال ها اگم چی باشد اگر مرحمت که ما را برآورده استند رحمت به همه شما رحمت. خوب در قریه بالا 11 کارپس از خواب است. 11 کارپس است.
دویم آشیانه. از همه شما بخشش به خاطر که ما را میگن زودترک برای در نزد بیمار بسیار نیستن میگه. از همین خاطر اگر یکم چی باشن زنگ زدن در رقم های مادر عمر جان. ما در همه سایت چیزام ویدیویی که ما پارتوتگیم رقم های مادر عمر جان ماندگیم. زنگ بزنید از احوالش پراتر معلومات گیریم. و همگی خیر خداوند همه تون نگهبان باشه. عمر جان خیر خوش میکنم خطی همه مخلصا. دو خیر خوش میکنم چی گفته نشون داره؟ همه در خیر. خوب عمر جان از زیادتر اذیت نمیکنیم، خیر خوش میکنیم. باقی در پناه خدا باشه و همگی خیر.